خان پارش کن ببین اولین کاری که میخوام بکنم دهن سرویس شه. شنیدم تتو دوست داری؟ دوست ندارم. عمه سینا یه تتو زده اینجا. عمه سینا یه تتو زده. اصلا معلوم نیست. شده شب کلمن کلک. ما میخوام یه تتویی بزنیم. عادی نباشه. سولی تتو؟ میشه سلطان تتوییم داشته. هر کی تتو خواست اسی. تقا داشت. ستایه این تتو چیه؟ پوز نیست سبک زندگیمش اینو باید تتو بزن این خیلی باید داداش یه جمله بهتر نکنه عالی فوق‌العاده من تازه دستخط من و حسینه داشت دستخط من نسوال خوب نیست داداش جون مادرت بابا حاجی اصلا داداش سیتی پوز نیست حاجی اینو چه کار می‌خواد چیکار کنی چه کار برات باریک نوشته عشق همینو داداش این کلوفتمون اینجوریه خب همه that's shot این هر با اسکار گفت اصلا نقطه زندگی بگیری داداش این هم کلوفه پوزی سبک بچه اینو وایرال کنی واقعا بهتره اسکلتی بزنید واقعا نمیزنم اسکلتی بزنید بزنید وایرال شه اما تو نه کجا بزنی ببین به نظر من جون مادر جون مادر پوز نیست سبک زندگی ای تو پاک نمیذارم در به قرآن آشینه آدم پاره میشه بیا بریم تو اتاق جون مادر دستم نه داداش چرا اینجوری میشه پشت کمرش بزنی؟ این کلوف شده نه بابا آقا من اعتراض دارم این کار اعتراض میکنه تا زمان تو اصلا اینجوری نبود داداش خب من قبلش هزار تا شکنجه شده بودم پوز نیست حاجی چقدر خوب زدی من واقعا تاییده دندون زیاد نداشت واسه سبک مثلا کلوفه کلوف نمیخوای کلوف دوست نمیتونه حاجی دیوونم حاجی جون مادرت ببین نکن با من حاجی این کارو میگه چی؟ نکن با دست از سر منم برا تازه قصد جذابشو نگفتیم منو داشت حسین میکنم بذاری اسی جون من نزد نه جون من نزد چرا آقا اسی رفی بکنه اینجا فهما اینجا چی واقع شده؟ سوزن کلوفتر بده چون گفت کلوف میخواد نه کلوف سوزن رفت سوزن رفت تو آقا تو همین چیز زشت بزنیم نه تو به این خبر چون رفیقمون بودی یه چیز خوشگل برات زدیم یاد بوندنی کد تحقیق آقا گفتم پیمود کد تحقیقش بیار اینجا آقا حسان چقدر تحقیق میدی بهشون؟ 30% عمو رضا عمو رضا حاجی خب ما تتو ست داریم باز نیست زدی بذار من نیستش هم بزنم حاجی زد If you got problem with him you got problem with me بابا باریکل آره خوب متریالش خوب کار کردی داداش جون مادره داداش بلد نیست دستو بردار جون مادره دستو بردار میگم دست میگم زدم میگم میشه اسی زدم داداش من اسی چجوری باید بزنم رابطه با هم میگم میشه اسی زدم بای دارم میزنم نشو زدم به خدا بیا شده بگی نشو بگی نشو کج زد شبیه آرم نشو زدم شبیه داداش چرا اینقدر کم رنگ شدیم با داداش به این پر رنگ یه بار دیگه میتونی روش بزنی اسی داداش اینها واقعا تتوه داداش آره بذارم تتوه ببینم چی شد؟ چیکار داری میکنی؟ دارم بوله اینجا پاش نشو بده حاجی این تتو زندگی درد داره؟ بابا میسوزه دیوونه ببین بلای بعدی که قرار سر بلایی که ما کش؟ بله به داداش یک تا 100 چند تا اعتماد داری؟ چند 100 مجازات بعدی همون مجازاتی سر داداش سر من سر هر کی بخواد از ما ریشو بخوام بزن جلوش چیشو بگی با دست
دستتو میبندی نه دست نه داداش من میخواد سر رو بزنه. قرآن مجید نمیخوام سر آجی چرا اینقدر میترسه؟ گفتم به قرآن مجید. بابا ریش خب آماده ای داداش؟ ببخشید من داداش وای نزن. بعد چه 7 سال ریششو داره میزنه؟ وای مادره. بابا فشار بیاریم. جون مادر نزن. جون مادر بزن. حاجی ریشو نزن. بزن ریشو که باید نزن. بزنی. وایسا حاجی جون زن دستمو گرفته نه ریشو که باید بزنی. دستمو گرفته بزن ریشو بزن. یه موزری هم ورده نزنه. یه موزری هم ورده نزنه خیر. وایسا وای حاجی جون اتر بزن. دارم حاجی لوپاس حاجی نه. وای نزن. جون مادر دارم میشتو میزن دیوونه داداش اسکن اونجاست دستتو چرا کردی بالا؟ تو رو خواهم رو صورته داداش این سیره ندار. حاجی چیکار کردیم حاجی من به اعتماد کردم میشون مادرت بستی چرا نیومدی؟ داداش ماشین من یه دونه داشتم از کجا آوردی دومیو؟ بسی دار خودش مادرم میدونستم میخواد بشین دیگه حاجی بی کلشو بگی کجا میری بشین اینجا کلشو بگی کلشو بگی بشین نه همینجوری بری نه داداش اینجوری بزنی دیگه بزنی بشین یه بر کله بره بشین داداش اینقدر اینجا داری رو نازالیو شدی بشین چی کار داری؟ داداش یه دقیقه وایسا چونه مادرت نکن دیگه چیو نکن دیگه قسم داره میخوره میگه نکن اینو خودکار گرفته دستش چه دقیقه داره اینجوری میزن داشت به قرآن داشت این ویدیو 20 حاجی میخوای تفاوت پیدا کنه تو ویدیو 20 کی لایک بخوره ببرتمون شیرا 20 کی لایک چیو دقیقا درست میکنی الان؟ بیا یه دقیقه بیا پیمان بیا اینجا وایسا اینجا پیمان پوش بگیره چون دارو خورا برم حالا میدونیم بلای بعدش چیه؟ حیوانات پیمان پول آرش کردونه پیمان جونم عزیز دلم خدا رو شکر از موهات راضی موهات که راضی عروشت که راضی ببین خیلی حاجی حالا چشاتو ببر حاجی چیکار اعتماد داری عزیزای دل ما رو میاری همون قربونت بشم عزیزای دل کی حاجی یه سری چیزای خوشگل برداردم یه سری سورپرایز تولد اما اول چرا؟ ما مراقبتیم پیمان از هیچ چی نترسی ها همون پیمان ببین منتظر شادی باش تا حالا مراقب کسی این شکلی بودی؟ نه تو زندگی؟ نه من نبودم ببین انقدر ببین تا وقتی ما پشتیم از هیچ چی نباید بترسی بهترین کادو تولدی که تو زندگی گرفتی ها جشن تولد تموم شادی حاجی چه غلطی حاجی طلا رو بیار اما اول همون روی حاجی جون مادرت چیه این حاجی چیه بابا چیه چیز
اگه چشم رو ببندی خراب میشه. نه کردی بشین اینجا من فقط درست میگم در داداش خیلی برو داداش نمیخوام وای رفت لباس نه بگیرش بگیر کنها رو له همون کامل زیر مال همون اما یه لول بریم بالاتر. نه یه لول یعنی تعدادش بیشتر. نه یه چیزای بهتر بیارم. نه داداش بیشتر. بده اون سوس بده. یعنی ببین 20 سال بعد یه کاری کرد من دیگه از هیچی واقعا اونقدر نمیترسم. ببین هواکش هم براشون میذارم خیلی بهتره. من نذاره داداش منی که علیه داره منی که الان هیچ یه دونه بده این کلا منی که الان اینجوری میگیرم دستم یه مدت قشی سکته میکردم وایس بده بهش قشنگ بده بهش آره وای داداش من بوس میکنی بگی دست میگم وای لخ شو باشه سرشو بگی لخ شو چه صدایی بیادی چه صدایی آجی من گوه خوردم آجی گاز گرفت گردنم خورد باسخانی گاز لخ شو نه دیگه تو باید مجه بشین اما دیدی چیکار کردی دستشو برده اما یه لول ببر بالا اما یه لول ببر بالا اما بریم لول بعدی واسه یه دونه پشت بده یه دونه پشت آروم وایسا بیا حسین اینو بردار ازش بیا نترس بیا بالدار کی میخواد اما یه لول حاجی جونم حاجی جون مادر خوشگله من ببین تکون داداش چشاش اون وحشی است وای له نکنیش داداش گناه داره بیا اینجا نبود دیگه همون گذاشت اینجا اما بریم شورتش بریم تو شورتش له میشه اونه کیش کو اونه کیش کو سه تا مگه نگو بندازش اینجا نه جون حاجی تکون نخور له داره خیلی میترسم میکشم له داره میشه بنداز سرش نه جون من موش من حاجی جون له داره میشه حسین حاجی اصلا تکون نخور پیمان له میشه زیر کونته له میشه قربونت بشم کجای الان اینا افتاد زیر بازه ندم تکون نخور بیا بزنیم نه کلمه داداش اینا مریضی دارن مریضی نداره داداش آداسی زده عالی پیمانه واقعی برش شونه بوده اصلا تکون نخور اصلا تکون نخور ببین اصلا تکون همونجا حاجی اصلا تکون نخور رفته تو رودت ببین من دستیدم رفته تو تکون نخور وای حاجی چقدر بیفمون داری راست بگو اصلا تو پارت بیا اینجا پارت آخر رو داریم بیا یه لول بالاتر میزن بیا همون لول آخر رو براش بیار لول آخر دیگه اسم مادرت چی داری همون حیو لول آخر رو نه وایس اصلا هیچ توجه به هیچ نکن توجه به هیچ نکن بیا هر بلایی که بخواد سرت میاریم حاجی من غلط نه داداش نه نمیذارم بگی بشین داشت دستات در میاره بگی بشین نمیذارم بابا با رفیق دوستت داره اسمش نیش داره یه ریز نه داداش ببین یه چیزی بگم اگه به ترسی بدتر حمله میکنه پیمانا من تجربه میگردم نه بشین وای پیمان حاجی این نیش داره است حاجی نیش سیاهه اینو نیش داره است باش رفیق شد نیششو در آورد حاجی تو لباس هم نکن جون مادر نبود نه حاجی تکون نخور میزنه باید بره تو من گو خودم من گرفتم
خدا تنه تو منو حفظ کنه. آره حاجی نمیترسم اما. برو پس. برو بده بهش، بده تو راست، بذار تو لباس. نه بیا آقا. بذار تو لباسش. نه بذار تو لباسش. آقا دارم. بذار تو لباسش. بذار تو لباسش. آقا یه دقیقه پیمان بشین. پیرنشو پیمان بگی بشین. 1 تومن میزنم. پیمان جان ببین 1 تومن بیا اون 3 تومن میزنم نکن بشین. 4 همون 4 میزنم. بشین. لباس پیمان بشین. داداش این میره تو. بشین. اما بذار. تو این شهر. آره یکی رو انتخاب. مارماهی میشه. اما بذار. میدمش میره. 2 تا مار میشه دوباره. پیمان یه چیزی بگم. هیچ کدوم نه دکمه گفتم. یه چیزی بگم جواب میدی؟ میشه بخوابی رو زمین یه دقیقه خواهش میکنم. باشه آقا چجوری راحت میشه؟ نه تو شلوار نره. تو شلوار نره. نه جون مادر بزن. ایمان میترس. منم میترسم. اصلا من مهم نیست بذار جون مادر اینم خودش هم نمیره. اصلا نافم میره تو. نمیره. نداره بره. ماری نرو. دستو بردار. حالا بیاری یکشون باشو بگی یکشی صورتش رنگت پرید حاجی داره میتی کردم حاجی آقا من گوه رفاقت ما چطوره؟ دوستمون داری چه ما حاجی رفاقت ما چطوره؟ من نزدم به قرآن نیستن. وای نیستن. داداش چیزه. الکی نگو نیست. حاجی سوال جون عمو جون مادر. نه اوکی برو آقا برو جون من یه کاری بکن. داداش جون ما به قرآن و حاجی به جون ما. عمو دیگه گناه داره. عمو بسشه. عمو گناه داره. حاجی عمو حالا لول آخر سوس کن اینا رو همه رو بزن. نه جون مادر له میشه مالا. یس میشه میدونم. جون مادره. عمو سوس ما رو میخوره. مات گرم و ماری وای کرم گو یه دونه کرم بخوره مادره. داداش ببین ماره کجا رفته. گوشه رو بیارم ببینم ماری میزنه تو لباسشه. نه بیا باشه بندازش عمو جون مادره. مار حاجی یه دونه سوس دیگه گناه نه گناه داره واقعا گناه داره دیگه یه دونه فقط یه دونه سوس بنداز تو منش اما یه دونه سوس ببینیم جنگ مارو یه سوس بنداز تو منش عمو جون مادر دعواشون میشه با تو. اینا تو مال دعواشون انداخت دیگه تو دعواشون میشه اینا. بعدا به ما میدون قرار دعوا اینا آقا یه گناه داره حاجی بس واقعا دلم سو خودی بسش دمت گرم عمو در تحمل شد عمو در یعنی تو انداختن تو لباس تو بود. حاجی نمیشه من خیلی میترسیدم بچه‌ها با ترس زندگیتون مقابله کنید واقعا وای ماره رفت تتو. بازی سبز زندگی بگی فتواشو دستتو درد میگیره پیچیده بهش داداش داره فشار میده ماره. حاجی دستمون به جون تو داره فشار. خب درد داره نه صفر گرفته بلنم فکر کنم خوشش خاطر اینکه ترسیدی داداش ماره دستم کبود کرد. آره اما میتونی تو شلوارش بدی یکی از بدترین مجازاته که فکر کنم پیمان بدتر مو رو میخواد چیکار کنی؟ ببین مو رو که میزنی میره مو رو که میزنی میره مو رو که میزنی میره تتو رو که میزنی حالا بعدا ترمیم متنفر از توش سوال اینجا رو ببین چیکار کرد از توش کف کردی حاجی
سوال دیدی چیکار کرد؟ حاجی میخوام من اینو بخورم بالا بیارم توف کرد. حاجی خاویار فیک داریم اونجا. بده من. خودت براش تحت. حاجی میخوام به میگن چی؟ به میگن قصاش. حاجی چی جوری برنج تو سوشی؟ به میگن قصاش. من چجوری همچین چیزی می‌خوام؟ بچه‌ها این اینجا رو این بهش میگن واسابی. حاجی اینو مهم میگه چی؟ میگه سبز. اینو بذار این رو الان توف خیلی ته واسابیش حاجی خیلی واسابی زیاده حاجی. بیا سه بخور. حاجی دقیقاً به جون ما واسابی بریم من تو داره بیا سوشی میزنه با چی؟ واسابی سه با توف دو من یک نگاه واسابی ببین حاجی اینو نخوری مرحله بعدی تونده اگه بخوری اوکی اینو نخوری مرحله بعدی بگو چقدر از سوشی بدت میاد چونی حاجی من بالا میارم. بگو چقدر اگه مسئولیت ببین بالا مثلا آوردن من رو میز رو قبول می‌کنی من حسین نه اون نه واسابی نداره بیا سه دو یک بعد پشتم بخورم برو اینم برو بالا یا برو بالا حاجی بخور اینا بیا بالا به قولا داره میگه بیا نه جدی دلم پیش برو دلم برو بالا نه دلم برنج همیشه آقا میذارم صورت بده میگم اصلا هیچی نیست یه تیکه دو تاش خامه جلبک سالمون خامه آووکادو خامه اینو بکن لپت لپتو باز کن سوال آرواره اینو بگیر این تمساش سگو برو وایسا shut your mouth نه ببین اصلا این کارو نکن اصلا این حاضره ببین تو بخوری میریم برای سومی داداش 5 دقیقه وقت داری کلا چی شد حاجی اینقدر نمیشه تو واسه دستمال داداش ما همیشه باید تمیزی رعایت کنیم بذار یکم رعایت کنیم واسه یکم بس حاجی نمیتونی اصلا دنبال چی میگه هیچ کاری نمیتونی واسابی بهش بده واسابی بخور داداش خور رفتی او نکن رو من به قرآن من بالا بیاره من یه پرسی بخورم نکن داداش نکن منو نگاه راست با من طرفی پشمان این برشون بیا بعدی سومه برو بالا اونو بخور اگه نخور میدم آقا بخور نه اگه بچه بیاره این بره پایین اگه رو پایین نمیره اگه بچه مولیدیه این میشه قورت بده من ماساژ اگه بچه مولیدیه اینو بخور بره پایین قورت بده میشه قورت بدی اونو قورت بده نونمی تو رو خدا قورت بده اونو قورت بدی دیگه قول میدم نه قورت بده حاجی نمیدونم قورت بده داداش قورت بده آقا کمک قورت بده هیچ آقا کمک نمیکنه بخور بیرم حاجی چجوری میخورن اینو؟ آقا رفاقت بابا یک تا 10 من بیم سعی